گاه بعضی از اونهایی که در ارگان ها کار میکنن وقت فقیری نیازمند میشه میره به خاطر کارشان، بزرگوار تحویل نمیگیرد پدر موسفیدی که کراچی به دستش هست. تو از او چی برتری داری؟ رئیسی چوکی به زیر پای توست، کفشگذار داری، 4 تا چاپلوس به اطراف توست. والله العظیم با این کبر و غرور تو یک تار موی این پدر موسفید از تو بیشتر ارزش دارد. ورق پاره پاره میکند مندازه به طرف پدر موسفید، از اینکه برخیزی دست پدر موسفید را ببوسی که من رئیس فلانم. هر کس که از یک انسان عادی بیش نیستی، مسئولی. هر کس که مسئول میشه ما نباید دستبوسش بشیم. اونهایی که مسئولن اعلام میکنم شما مسئولید، خادمید، مخدوم نیستیم. اونهایی که در اطراف شما هستن، هر مسئولی که هستن، این منبر پیامبر صلی الله علیه و سلم اعلام میکنم هر کس که هست به هر جایگاهی کم هست حق نداری چاپلوسی بکنی. او مخدوم نیست که بیای بالش شانه های ملت سوار بشه. هر کس که باشه اون خادم این ملته، هر کس که هست. اونهایی که رئیسن، هر ریاستی که دارن، اونها خادم این ملتن. حق ندارن به این ملت به چهره با تمسخر بنگرن و ببینن. هیچ برتری از این برادر ما که کراچی به دستش هست نداری. تو هم یک انسان عادی چی میفهمی که مالامال قلبش مملو از تقوای الهی است؟ پیش خدا که ریاست مهم نیست. الله چوکیار نمیبیند، الله دلها را نگاه میکند. شاید اون پدر موسفید با دل پر از تقوا پیش تو آمده، ولی تو انسانی که دست به رشوت و 100 فساد میزنی، چوکی به زیر پای توست، کسی را تحویل نمیگیری. تو چه کارخان هستی؟ متوجه باش به فقرا، به ملت. هیچ کس حق نداره به ملت عزیزم و افغانستان و خصوصا مردم مجاهد پرور هرات کوچکترین توهین و اهانت بکند. حالا که در هر پستی، مقامی، هر کسی که هستی باید به ما خدمت کنی. آمدی که خدمت بکنی. هر ریاستی که هست باید خادم باشی برای ما. تو مخدوم نیستی. ما چاپلوس کسی نیستیم. ملت چاپلوسی کسی نمی کنن. ما بنده غیر الله نیستیم. ما فقط جبین را به پیشگاه الله رب العزت و الجلال خم میکنیم. پیش هیچ کس خم نمی کنیم، از هیچ کس نمی ترسیم، هراس نداریم، فقط از یک ذات می ترسیم، الله رب العزت و الجلال. بناهن هر کس که هست اگر چوکی به زیر پای توست باید به این ملت خدمت بکنی. هر کسی که هستی اعلام کردم ریاست‌های مختلفی که در ولایت هرات کار میکنن، از سر مقام ولایت هرات تا آخرین مرحلهشان اعلام میکنم خادم این ملت هستید، بیش نی، مخدوم نیستید. متوجه باشید ما چاپلوش شما نیستیم، ما بنده شما نیستیم. باید کمک کنید برای این ملت. اگر ریاست برقم هست خادم ما هستی، بیش نیستی. متوجه باش باید خدمت کنی به این ملت و هیچ کس هم حق ندارد پیش رؤسا بر چاپلوسی بکند، کفشگذاری بکند، کرامت انسانی خود را زیر پا بکند. بناهن رؤسا اعلام میکنم خادم این ملت هستید. هیچ کس حق نداره به چشم حقارت بر برادران مسلمان من بنگرد. هیچ کدوم شما برتری از این پدر موسفید ولو که چهرهش خاکالوده و کراچی به دستش هست هیچ برتری ندارید. متوجه باشید جایگاه خود را بشناسید. متوجه باشند جایگاه خود را بشناسند اونهایی که در اطراف شما هستند که به صحرای محشر جوابگوی این ملتی که در بدر هر کس از هر طرفی ما را میخواهد محکوم کند، تهدید بکند، ولی ما به یک کس دل بستیم، به الله رب العزت و الجلال.